خانم بفرستید داخل. سلام عرض کردم جناب رئیس. سلام علیکم، بفرمایید. من کاوه بلورچی هستم، جهت استخدام خدمت رسیدم. خب بفرمایید که چی خوندید، تخصصتون چیه؟ من رشته مهندسی صنایع و معادن خوندم در دانشگاه سوربن. پایان نامه‌ام به 7 زبان زنده دنیا ترجمه شده. مدارکم تمام کمال اینجا هست. خب اینا که مدارکتون. بفرمایید دیگه. بله. به 7 زبان زنده دنیا هم مسلط هستم. چه زبان‌هایی؟ انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی، چینی و روسی. هندی نمیدونین نه؟ خود هندی اگه منظورتون هست خیر. خیلی به زبان علاقه‌مندم، یعنی فراگیریم هم خوبه، میتونم سریع یاد بگیرم. فقط حقوق چقدر میخواین که من باید اینجا یادداشت کنم؟ همون مقداری که اشل حقوق شرکت هست. خب اگر مشکل مالی هم هست میتونم فعلا کمتر بگیرم. برای مصاحبه بعدی خبرتون میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردید. فقط ببخشید شما از طرف آقای محسنی اومده بودین دیگه؟ آقای محسن؟ نه خیر. آقای کلانی؟ نه. آقای حجازی؟ نه. یوسفی؟ نه خیر. بسیار خوب، بفرمایید. نفر بعدی بفرستید. سلام علیکم. و از طرف آقای کلانی تشریف آوردین. بله، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ شما بفرمایید تخصصتون چی هست؟ من تخصصی ندارم. هیچ ایرادی نداره. اینجا شما تجربه کسب می‌کنی کم کم. علاقتون به چیه؟ علاقتون به چیه؟ من علاقه ندارم. من مهندس معرفی کردم. میدونم دیدم اینجا. به خدمت ایشون حالا خودم زنگ می‌زنم. شما استخدام هستید. فردا ساعت 8:30 تشریف بیارید. 8:30؟ بله. ساعت 8:30 نمیتونم پاشم. من کی میتونی پاشی؟ من 10-11 هر وقت دوست داری بیا. این خونه خودت، هر وقت دوست داشتی بیا. من اینجا میگم بچه‌ها جای شما کارت بزنن. باشه؟ باش. الان که ماشین هست ببره شما رو منزل. بله. بفرمایید. من از خدا میدونم خوندم. بفرمایید.